پرورش لیمو و سبزیجات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها برای اهالی دهات دوربت شهر حصار منبع خوبی درآمد بوده. اهالی با استفاده از این اصول پرورش میوه و سبزیجات بودجه عائله خود را غنی می‌گردانند. تشکیل گرمخانه‌های خرد در قطعه‌های زمین نزدیک حولگی از ثمرناک استفاده بودن هر وجب زمین از جانب ساکنان درک می‌دهد. نیشان بابا دودارов طولی چند سال است که در 50 سوتیق زمین گرمخانه بنیاد کرده لیمو، اپلسین، ماندارین پرورش می‌نماید. او همراه عائله کار کرده زندگی امروزه را از درآمد همین گرمخانه‌اش پیش می‌برد. یک کسبی ذوق و شوق دارد. اگر در کدام ساحه کار نکنید، کدام باغ کار نکنید، اگر ذوق نداشته باشید، قطعی میوه گفتگو نکنید، این آذوقه‌اش در وقتش دادن در کار، داروش دادن در کار، چه خیلی که گوده که معده را بانی میکنید، همون خیلی تربیت کردن در کار، خود حاصل نمیشد. من 30 سال من برگدیر پخته بودم، البته همین هم تکنولوژی خودش دارد. بور دیگه، این دیگه، باغ دیگه، همش دیگه، همه این تجربه در کار. من چندین من 10 سال 2000 من همینجا لیمونپروارم، یکم سال بی حاصل نموندم من. دویم حاصل خوبی من یک چخیلی که میبینید من همین رو میبینید باستانش این خود نمیشد. ایده مهنت کردن در کار. با نظر داشت امکانات‌ها ساکنان جماعت کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را در فصل سرما افزون نموده در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم ارزنده گذارند. با این مقصد در گرمخانه‌ها میدان پرورش لیمو، پمیدور و بادرینگ و دیگر سبزیجات و پالزی‌های نیازی مردم سال تا سال افزون کرده می‌شود. امروز در تابع جماعت دیهاتی دوربت که زیاده از 250 عدد خوجگی دهقانی موجود است، قسمت آنها که امروز برای تامین امنیت عضوخواری کشور سهمگذار میباشند که قسمت آنها امروز به لیمو پروری و سبزیجات پروری مشغولند. مقصد کشاورزان ما همین است که امروز برای تامین بازارهای داخلی سهم خود را گذارند. با گفته متخصصان و دهقانان پرورش میوه‌های سیتروسی و سبزیجات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها زحمت زیاد را طلب نکند هم نازکی‌های خود را دارد. برای خوب پرورش نمودن و فایده خوب به دست آوردن پیش از همه به اگرتکنیکای پرورش زراعت‌ها اهمیت مخصوص باید ظاهر گردد. بابای نشان همراه عائله نقشه دارند باز چنین گرمخانه‌ها را زیادتر تشکیل نموده مردم کشور را با محصولات تر و تازه تامین نمایند.